این آخرین گزارش کلونی شماره 7. ما زامبیا رو کنترل کردیم. هنوزم غذا داشتیم. دیوارهای دورمون هم هنوز محکم سر جاشون بودن. اما یکی از نیروهای خودمون کلونی رو خراب کرد. دد آف وینتر، یه بازی رومیزی آخر زمان. اما اینجا مشکل فقط زامبیای بدون پناهگاه نیست. صداشو نزدیکتر شده. من کل غذامو به کلونی بخشیدم. دیگه دارو ندارم. دروغ میگی؟ برای پیدا کردن غذا، دارو و سوخت، برای زنده موندن باید از کلونی خارج بشی. اما توی دد آف وینتر حتی یه قدم تو برفا هم ممکنه آخرین قدمی باشه که برمیداری. وضعیت کلونی خوب نیست. همه روحیشون رو از دست دادن. پشت در کلونی صدای یه نفر رو شنیدیم. میگفت بچهش مریضه. اگه راش ندیم شاید تا صبح زنده نمونه. ما که نمیتونیم همه رو نجات بدیم. وقتی زمستون سخت میشه آدم خود واقعیشون رو نشون میده. من دیگه امیدی ندارم.